زن شما هستند و روز توی از شما جدا شدن. این اوضاع حقیقت داشت؟ Юшказе, и чикори кагита. То хитам шарманда кади марам медоням ра чили кора. خیلی تلفن تنها برداری رنگ زنکان ناز کنی خیلی در این برنامه هم با در خانه تنها دانومه شاید شما در حقیقت شو رو نغز میبینین. گفت باید گجه شد از بینم Чия фикр кадти гира кай? Ма мовар кадам. روزای پیش فکر کردم این ریالی بوده عروس شما با شوهر برآمد. برای چی شما رو نگرفت یا شما رو نگرفتین؟ Ма рэпером мумкин барои ҳамин надодам хонагиашон. اگر دوستش به دارو مقصد میگیرم شد داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیلیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیزم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستاتیت، سنگ و نمک گرده. سمیانوان برای اشتیاه و بزباله شدن. اینها سبب خدا شفا. از تقدیمات توجیکان گروپ. سلام دوستان و مخلصان عزیز. این زمان ما مهمان شهر بوستانی باختر هستیم و در طرفخانه زیبای احسان قرار داریم. با درخواست زیاد مخلصان تصمیم گرفتیم که مهمان شاه رپر جوان شویم و اون برنامه‌ای که در کانال هنر تیوی با اشتراک شاه و عزیزه بانو صورت گرفته بود و همه اون سر و صداهایی که در این کانال پخش شد اطراف شاه، خواستیم که این دو هنرمند یا رپر رو یکجا کرده حقیقت حال رو فهمیم. شما از کانال ما دور نشوید و تنها حقیقت رو از برنامه ما دریافت کرده میتوانید. بار دیگر سلام مخلصان عزیز بینندگان برنامه‌های جالب کانال توجیکان گروپ. با درخواست زیاد مخلصان لحظه ها ما مهمان شهر بوستانی باختر هستیم و به همه شما معلوم است که دوام هفته در کانال هنر تیوی یک برنامه با اشتراک دخترک زیبا عزیزه بانو پخش شد. اونجا عزیزه بانو یک نوار رو پخش کردن و گفت که زنی رپری جوان و شناخته شاه می باشد. مقصد ما زنی شاه و شاه رو نیز برنامه کردن و در برنامه اندیشه های خود را ابراز داشت و مخلصان بسیار از ما خواهش کردند که هر دی آنها رو روبرو کرده باشیم و حقیقت حال رو فهمیم که آیا در حقیقت عزیزه بانو زن شاه هستند یا نه. و روبروی ما نشستن رپری جوان شاه و اکتریسه جوان عزیزه بانو. خوش آمدید به برنامه. خوش باشین. خیلی تشکر زیاد که ما رو در برنامه خود دعوت کردین. Салом алайкум бародаро. Чунон гуфтадун дар барнома маро дида буден. Ҳамин духтарак чазани ман гирифта буд. Ман гуфтам рӯпаро мекунам, ягон рӯз дар казад мекунам. Хайна имрӯз овардан, мо ё даъват кардан, хайна якҷоя шудем. То охира тамошо мекунем, ҳамаша худтон мефаҳмем, хулоса худтон мебироем. Мо чизе ҳаст ҳақиқат ҳамонро мегӯем. و شاه اون نوار رو شما فکر میکنم تماشا کرده در کانال هنر تیوی که عزیزه گریه کردن، گفتن که زن شما هستند و روز توی از شما جدا شدن. این اوضاع حقیقت داشت؟ ҳана мираҳози ма худаш мепурсем ки чӣ ба ҳамхалӣ рафт гуфт агаме мо қатъи маслиҳат кардем сёмкаи клип карда будем ҳамаш туғрӣ мақсад ма дар барнома гуфтагем ки хорчаша пешакӣ пафтагем ролик мепартем барои реклама клип ролик пафтагӣ буд датки сардам баъд якамтар бемор шудам мон дар корубор иқа вақт кашид ва дар байни ҳамин биромад ҳамхалӣ гуфт мо гафча бисёр шуд ма ба он барнома гуфтагем бисёр ки мақсад пичаям духта омада зан ози кофтестем надудестам دیگر نگرفتستن نه؟ انا برای همین ما ҳамира гуфтам рӯ паро кунам хатиш бипурсам ки чӣ ба ҳамин кора кард юшказе и чӣ кори карди та то хитам шарманда кади мара медоням ра чӣ хели кора خیلی تلفن تنها برداری رنگ زنکان ناز کنی خیلی در این برنامه هم با در خانه تنها دانومه بستخی ما وقتی تو مرا زنگ زدی من خواب بودم یا چرا بپرسن یا چرا با کار کنن خود من زنگ زدم نیافتم بعد چرز برنامه گفتن میره ها خیلی در این برنامه بوده اگر چه میکردم یعنی که اون نوار توی اصلی شما نیست بلکه از کلیپ است. بله بسیار بعد گپ چپ شد پافتم از زبانو برای چی شما همین کارو کردید؟ خود رو زن شاه گرفتید؟ این آرزوی شما بود یا نمیدونم قصد گرفتید یا یک رول بود اجرا کردید؟ خیلی که من اکتریسه هستم رول بازی کردم بعد من قصدم دارم یک است
چه خیلی قصد دارید؟ هم خیلی قصد شاید دارم. شما رو کیدت کرده است. خیلی خودش میدونم. یکدیگر را نقض میدیدین؟ نه نه نه. چه خیلی نقض ندیده من شما؟ خط خاص خود در برنامه نمیگیرم. خاص در بین خودم میمونم. مقصد یعنی- چی برفتیم خیلی کاری فکر نکردی و نه من زهر بچه تایو کنم بودی تمام. مرا چی گم بشه همینجا فکر کردی تو. یعنی قصد خود رو طریق برنامه خواستید از او بگیرید. بله. گفتن نمیتونین که چی گناه کرد که شما از او چون این قصد گرفتید که من بیچاره شو دیگه به عروس مونده است. دیگه هیچ کنه میگیرش فکر نکردین. کریر رپری جوان آینده چی میشود؟ همش خوب نیست. دلتون تر شد به قصد گرفتین نه؟ شما چگونه قبول کردید وقتی این ویدیو را دیدید؟ من این ویدیو را دیدم. شاید معشوقه شما دیدن هیچ نگفتن. بسیار کسی مرا شون دیده که همه چون چی گفته سه مقصد از کلیپ من برآمدگی های سه راونو آدمو گفته سن که نه این ایراستی بود گرفت تاوش داد که چه چی کنه و نه از زبان هم بسیار ماهرانه نقش آفریدن تو در اونجا گیریستنم گیریه ها چه پیدا شد ساخته بود یا اینکه ابراز در اومده برای چی گیریستی چی رفت فکر کرد تو گیره که ما موار کنم روزای پیش فکر کردم. یعنی از گفته‌های از زبانو برمیاد که شما در حقیقت میان شما چیزی بود یک دیگر رو نظم میدیدید پیش اگر مناسبت عشقانه داشته ما هم کوریم منم روزای پیش میگه فکر میکردیم های بسیار ممکن جنگ ما میشیدیم. ناز نگیده نه من یه نقض نزدم. بسیار روزای پیش جنگ میشیدیم. چند مدت شده با هم دیگر رو میشناسی شما قریب سه 4 ماه 3 4 ماه ماه میشه. چون بار اول چگونه شناس شدی در کجا بوری اول در اینستاگرام. اینستاگرام ده چگونه شناس شدی اول لینک از مدن نویس. نویستن چی نویست برای کلیپ دا بازی برای کردم. کلیپ بازی کردن بعد شما راضی شده بله. بعد در کلیپ بازی کردید و بعد شما شانتاژ کردید پشیمون نیستید از همون نواری که کردید نه پشیمان نیستم. خانگی شما چگونه قبول کردن برادران پدر مادر برادرم پدر ندارم. پدرم از همون گذشتگیه. آدمایی که ترا تماشا کردگان تو ناتور گیره کردی تو از ما کلیپ من دیدم گفتن که نه دروغه او دختر بچی با گیره کرد همون آدمایی که تماشا کردن تو نه گفتی که ما رول بازی کردم من رول همون تو بازی یگان چی کردم. میپرسی بخشش میپرسی یگان چی میپرسی از شاید بخشش میپرسی از مخلصانی که برنامه رو تماشا کردند اکوژ آدمو دیدن تو میتونی ایو بخشش بپرسی پشیمون نیستین از ویدیو کردگیتون نه. یعنی برای شما این یک رول بود یک وظیفه رول. شما بود شما افسوس هم نمیخورین نه. از زبانو شما مین بعد همکاری ادامه میدید بعد این در نوا کار شوا نه. در رولو یگام رول دم ما میره فایراد میکنه بکنه نکنه نمیکنم. دختر پره دیگر نمیکنید خبرم؟ نه نمیکنم. برای چی نمیکنید شاید شما در حقیقت شو رو نقض میبینین گفتن نه. نمیتونین نه نه. خودش بخشه شی دختر دیگه چی میکنه باید گجا شد از بینم. چیکار کرده یک جوانی حاضر و نازک من براش گریه کرده در برنامه و رو برو می نشینید با رول بود. نقش خما بازی کردم. همینجا هم رول بازی کشیدم یعنی در حقیقت شما رو نقض نه نه نمیبینید من هم تو رول بازی کردی بله. شما چی یگون استیاد وقتی گریه کردن در شما پیدا نشه یگام چی نشده همین چیزی که ببینید دروغه چی خیلی زیاد میگه یعنی مخلصان عزیز از سخن‌هایشون برمیاد که این یک پارچه از کلیپ نوی شاه میباشه شما میتونید که از کانال رو تماشا کرده باشید و اکثر مخلصان گمان کردن که در حقیقت این نوار واقعی بود توی شما بود ولی از گفته های شما برمیاد که این از یکی از کلیپ های نوی شما میباشد و در برنامه از زبانو قید کردن که دیگر شوهر کردن نمیتوانند شما گفتید که من زن گرفتن نمیتوانم و مخلصان به شما به سهم شما برسونیم که اینا زن و شوهر نیستن ها بله. ما گفتم که باید میرم ما پیش ببینیم که چی باید خیلی کرد این میگه خیلی ما رول بازی کردم ما فکرم تو خایف گفتی ها پشتی ما خایف نه کردم خیلی نگفتم. من باید رول ما در همونجا بازی میکردم. من باوری نداشتم که خیلی شود. او دمو مقصد تو را باور کردن میدونی که ما را او قرات او چیزو در همه سایت میدونم چی با ایشا خیانت کردی ایشا گرفتی و ایشا نماره کردی مقصد تو بفهمونم او دمو دا که تو زنی من نیستی چی خیلی مزلی هم یادم نیستم. و بیایید اطراف هنر و مهارت و استعداد شما کمی صحبت میکنیم بار اول کی روی صحنه آمدید و هنر رپ چگونه در دل شما جا شد شاید یگان نفر به شما توصیه داد
نه ما همین کودکیم زاو داشتیم میخوندیم مثلا کی رو بیشتر گوش میکردید و ذوق پیدا میشد به شما؟ ریب دا ما اون وقت ما ریب گوش میکردم اون وقت مقصد ریپیرو پیش بودم بعد استیلوی همی پاپ سامونانده باید مونانده رو بسیار گوش میکردم خیلی ریپی چیدن زاو نداشتم خب از رپرانی توجیک کی رو گوش میکردید؟ ریپیرو همه رو ما گوش میکردم بیشتر پیروی ریپ کدام؟ ها گوش میکنم شون ام سی با 84 من نمیدونم همش گوش میکنی نه؟ نکردم نمیشه حاضر چی؟ Ezek populyáris delemekben. با فکر شما کدام رپ شما رو میون مخلصان تا اندازه شناخته کرد؟ در دین مخلص در آمدن همی یک تا خوندگیم روزی توی شنگین ما خدمه کشیم دادو تگیم مقصد همون کار رپای شما از زندگی خودتون قصه میکنن یا اینکه از خیالی هستن؟ مقصد او همی صدای بلندم برای خودم خوندگیم وقتی عروسم توی کلیستا بود همه اولا در این ریالی بوده عروس شما به شوهر برآمد. برای چی شما رو نگرفت یا شما رو نگرفتین؟ که ما ریپیرم ممکن برای همین ندادم خونگیشون ندادم دسته برای کدیم ندادم برای رپرین گفته من مخلصان عزیز برای اون که عروسی شاه رو به اونا دادن که او رپر است گفته ولیدانشان راضی نشدن یک سری خود رو فوش کرد. مدت چند مدت با هم بودین؟ چقدر وقت؟ ما فقط تاریخ واتساپ گپ زدگیم وقتی روسیه بودم 6-7 ماه گپ زدم از زمین باختر بودن؟ از باختر بعدیو چی؟ بعدیو بعد او وقتی در غربی چخله مقصد کار بار همین خیلی نابود شد اومدم خیلی دیدم قطعی دیگه کس مقصد دیگه دیل مون در اونم همش مون کرد بعد رپر شدین؟ بعد همون غمه با همین رپ چی برو حالا هم براش رپ میخونه؟ نه برای اون نمیخونم واسه برای مخلص میخونم برای حیاتی فکر کردن میخونم دیگر عاشق نشیدین بعدیو؟ عاشق شدم چند بار عاشق آدم چند بار عاشق میشه؟ بعد او رو ما همین دخترم میفهمی چه خیلی رو چش همش نیست دیلت میمونه کو گویا اون روز آخر اون کسی دیگه نه بعد بیاد اطراف همون کلیپی که شما ثبت کردید از زبونو عروس شدن کمی صحبت کنیم. رپ چی نام دارد؟ او قسم یک بعدی توی قسم یک داره قسم دو داره این سیام قسم شما کدگیم بعدی توی تا دختر نه توی کرد بعدی توی چی گپ میشه مقصد یک رو پرو میخوره دختر هم کلیپ یک شد هم شو کردیم بسیارش قطعی رالی که نشه هسته بعد دیم شکدگیم ایش سیم شه مقصد قسم سیمش ده شما توی رنگی کردین؟ تربیوی هم تماشا میکنید بخریت شما یعنی در کلیپ عروسی پیشینه شما میآید شما دیگر کس میگیرین مقصد کلیپ همین خیلی است؟ مقصد او شو کردگی او وقتی ولی او دخترم میگن چی با او اومد عروس تا خیلی نه او در حیات همه خیشتگی که همون دختر شو کردگی بعد شو کردنش اومده وقتی همون کلیپ همون ما را توی مونه میبینه و ما را فایرود که اگر با بخوریم من نگفتم که توی دورما بیا مالی پیش چخچه میکنیم افتاگیم سینری هم خیلی او دختر میویا توی هم میبینه یا فکر میکنه که ما توی جزایی کنیم دیونگی کنیم میگه در فکرش هم توی هم خیلی جزایی شده اتاق میسته میگه این موجه بخت دیده یا نمیشه این کار تو نمیگیره میگردم میره واسه نه این خیلی اون خال دیگه چی قبول کرده برای چی همین نوار رو شما در یوتیوب پهن کردین؟ برای رکلام اشیدن که کلیپ اجداد کنم یعنی که مقصد شما هم رکلام شدن؟ برای در برنامه گفتگیم که قاکش اینستاگرام اول موندم برای عروس ما سوزوندن ترسوندن همون قشموندم که هم در سایت و یوتیوب هم اجو پافتیسه گمان کردن که این حقیقی است. او همه چیزا قبول کرد دیگه ما هم هیچ فانات دیدم پراسمون چیکار نسوز رفته دیگه هیچ یا فکر نکنم ما هم در کانال خودم پافتم هم منتشر تو کلیپ میبره گفتم تو قداوده نه خیلی نکشید کلیپ شلکه به فکرم که پیشنهاد مخلصان گشت. کلیپ برام کانال داره از زبانو شما چی شما رو وادار نمود که من همین راهی اکتریسگی رو پیشه گرفته؟ ما همی کودکیم ذوق داشتم خیلی. ذوق داشتین. بار اول در کلیپ کی بازی کرده؟ اول در پی شهلا بود. شهلا دولت و سرود هم میخونه نه به فکرم کم کم. کی به شما کمک میکنه؟
هم حوزی هم مادرم با اپر شعبه هم کمک میکنه. پدر و مادر برادران زید نبر اومدن از آن که برادرم شما بعدی همه برنامه اونجا زود برآمدن. نمیخوان که شما صنعتکار شوید. بله. و شاه یو شایلی خو نمیفهمم خب او برنامه چند قا پلوس یا مینوس شدنش نمیدونه ده. یعنی با یک نوار با قول خود رو خیب کرد و هنرمندان 5 ساله ها 10 ساله ها میزنن که بعد یک سرودی اونها رکلام میشه، چهره شناخته میشود. و از زبانو میبینم که شما ایمیجتون رو تغییر داده. شما در اون برنامه لباس ملی دارید، روی مال دارید و اینجا تماما لباس اروپایی دارید. استیل من خودش هم خیلی در اونجا که من رول زن شاه بازی کردم برای همون من کشته ازاری ملی پوشیدم. یعنی فهم خلق باور کنه. یعنی از اول تا آخر هم این نقشه بوده است به خاطر رکلام شدنی از زبانو و شما هم تمونید. احسن میگیم به شما و شما باید به شاه رحمت گید که توسط یک نوار او امروز مشهور شدید. همه شما رو میشناسن، من در برنامه دعوت میکنن و در کارهای بخشش بپرسه دامو تمام تو بفهمن ما همین دختر شما بتام بگن که زنه دارم و چیوره. اگر یگام کس شما رو نگیرید، عزیزه رو نگیرید، نمیشه دیگرتون هم بگیریم. من خیلی فعالیت کردم میرم ده صنعتکار. ولی فکر میکنم اگر از زبانو شاه به شما اظهار محبت کند، پیشنهاد یا ولادت شوی کند، قبول میکنه؟ نمیدونم هستی. شما چی شد؟ ما یکی عاشقش بشین همین دخترک ده. والله عاشقم شما چیه؟ آخه ما برای خونه میگیرم مقصد برای رکلام نمیگیرم. یعنی نمیخواید که همسر آینده شما آینده ارزو داره که ما مقصد چی شم؟ صنعتکار شم. قطعی نمیشم. یعنی همسر آینده خود رو صنعتکار دیدن نمیخواید. برای چی؟ خودتون صنعتکار هستید که؟ خودم هستم. یک کسی نمیگم بگیریم که مرا بفهمه قطعی دیگه دخترو وقتی ما رول بازی میکنم مرا بفهمه که من مقصد برای خونه برای مادر یاردم کردن میگیرم. خیلی تک برای رکلام. و از زبانو اگر رفت شما یگان جوان با شما پیشنهاد ولادت شوی کند، ولی گوید که دیگر بله صحنه در صحنه ها نقش اجرا نکن، روزی میشه و زن خانشین میشه. بله. نه زن خانشین میشم. خیلی تصور کنید که من اومدن خواستگاری شوهر آینده خود رو چگونه دیدن میخواهید؟ چگونه جوان باشه؟ بچه پرستوی باشه. تمام پرستو. خشرو نباشه. بزیب باشه. برای چی خشرو نباشه؟ برای که خشرو 3-4 تا وقت چه داره. نه بزیبو ندارن. نه داری دختر؟ اپا چی گفتی؟ اگر نه من ندارم. اگر از دهات باشه چی؟ اگر دوستش بداره مقصد میگیرم شا. یعنی اومده هستید به خاطر دوست داشتن روی صحنه هم نه برای زن خانشین شوین و در کارهای میمدهش. این دختر بسیار دختری زیرکه. اگه شالا دولت خطیبه گرده من باوری دارم که با از دیده با بسیارتر زیرک می شود. در کارهای میمده شما برار می خواهیم دیگر خیب کنید، خیبی واقعی کنید. شو به شما نیز تشکر میگویم برای اینکه دعوت ما رو قبول کردید و روبرو با هم صحبت کردید. و چی نقشه ها دارید؟ آینده پیشروی اکثر میکنیم. مثلا روزگاه پای نویگری میشیم. کوشش میکنید که ریپ های نو برای مخلصان خود پیشنهاد کنید. نه ما زنده شدیم یک ویدیو قطعی هم در یوتیوب زنده شده. سلامت باشید بینندگان عزیز. مهمانی برنامه ما بودند رپری جوان و امیدبخش شاه و اکتریسه جوان عزیزه بانو. فکر میکنم که شما با سوالهای خود از برنامه ما پاسخهای خود را دریافتید و شما درباره کدام هنرمندی که معلومات گرفتن میخواهید در کامنتاریا ها نویسید و ما حتما کوشش میکنیم که درخواستهای شما را اجرا کرده باشیم. خیر تا برنامه های دیگر سلامت و موفق باشید.